سلام علیکم هموطنان، دوستان عزیزان، شام شما بخیر بود. نفرانی که با ما در پخش مستقیم قرار دارین که از طریق یوتیوب، فیسبوک و دیگر رسانه هایی که مسئولان در اونجا بازنشر میکنن. چون هر وقت امروز ما صحبت خواهیم کرد و صحبت در اطراف یک چند نقطه ها میگذرد. از آن جمله موضوع خاص هم داریم. در رفت صحبت اگر هر سوال هایی که در ذهن شما پیدا می شود میتونین که سوال های خودتون رو مطرح کنین زیر نوار. از یوتیوب برای بنده راحت تر است که سوال های شما در وقت سوال و جواب بخونیم و جواب گردونیم و همچنین در صفحه بنده به طریق مسنجر میتونین که سوال های خودتون رو مطرح کنیم برای هر کس هر جایی که مناسب باشه. و از برادران مسئولان در فیسبوک خواهش میکنیم که در اونجا پخش مستقیمی که هست اگر سوال هایی که میشود ربط دارن به موضوع و مهمن و ما لطفا برسونید. عینا نفرهایی که مشاهده میکنین اگر که یگان مشکلی باشه، مشکلی تکنیکی اگر حس میکنین لطفا به ما برسونید که تو که برطرف کنیم چه حاضر باشه و چه در وقتی صحبت. و علیکم سلام به همه دوستان عزیزانی که اینجا دارن سلام میتن به ما و به دیگر مبارزان و همچنین که اول پرسیدن الله شکر ما خوب هستیم. امیدواریم که شما هم خوب باشین و با یک روحیه تازه، با یک روحیه سالم در اینجا قرار داشته باشین و صحبت هایی که ما و شما میگذرانیم خیر مردم و خوب ملت و وطن ما باشه. خب انشالله که با سوال هاتون من چگونه که گفتم در وقتی در قسمت سوال و جواب انشالله که جواب خواهیم داد. کوشش میکنیم که صحبت ما زیاد طول نکشه، خسته کننده نباشه و چگونه که گفتم اطراف یک چند نقطه ها ما مختصر صحبت خواهیم کرد. به اندازه مفصل هم کوشش میکنیم که به هر حال وقت قیمت شما را زیاد نگیریم. میخواستم که امروز صحبت از یک قصه شروع کنم، اون هم باشد از زندگی بنده. هنگامی که در مکتب میانه میخوندیم، حالا مکتب میانه را ختم نکرده بودیم و در این پایان پاش خوردن از بین رفتن حکومت شوروی بود و جمهوریایی که زیر شوروی قرار داشتن در سالها در آخر سالهای 80 یعنی که داشتن یک کمی آزادتر میگشتن، یک کمی مردم سالاری حس میشید، چون علاکه این خودشم درک از اون میداد که شوروی دارد به پایان میرسد. و در سال 1989 یک روز خانه ما، جایی که ما استقامت میکنیم، در اونجا یکی از عمکان بگیم که برادر پدرم مهمان شد. از طرف اکثریت اونها در طرف پایتخت زندگی میکردن، مهمان شد و یادم هست نزدش رفتم، چیزی را از او پرسیدم. یک چیزی گفتم که 1 مینوت برام بده. چیزی را خوب در یادم نیست چی، لیکن این صحبت در یادم هست. گفتم که 1 مینوت چیزی را برام بده گفتم و گفت که زبان تاجیکی مقام دولتی گرفته است. 1 مینوت نه، باید که به 1 دقیقه. این خیلی گفته. بعد خب من دیگر با یک خنده و خیلی خوب دیگر گفتم 1 دقیقه بده برام. چیزی که عادت نکرده بودیم بین. میدونی که همه جا نوشته جات خب دیگر صحبت ها همه روسی بودن و اون چیزا برام داد و خیلی نصیحت میکرد که خب زبان تاجیکی مقام دولتی گرفته است، شما آینده خب دیگر این کشور دیگر چیزها خیلی نتیجه برام خواند و گفت که این را باید ما پاس بداریم، این چیز خیلی قیمت است برای مردم تاجیکستان. این سال 1989 بود و اگر ما در تمام 30 سال
در دوام 30 سال نگاه بکنیم، از اون روزی که زبان تاجیکی مقام دولتی گرفت تا این روزه ما تا کجا را رسیدیم. مثال یک اشتباهی که من داشتم، یک نفری مکتب خوان خب ببینید مرا خواستن که اصلاح کنم و مطمئنم که نه تنها در اونجا بلکه در همه جا چنین شخصا پیدا میشید و چنین تعلیم و تربیه میدادن، هشدار میدادن که باید ما زبانمون را پاس بداریم. اما در گذشت 30 سال ما تا کجا رسیدیم؟ زبان تاجیکی را ما تا کجا تانستیم که به اون جای لازمی برسانیم؟ حالا که ما از حرف خدمون و اون حتی به اون حرف خدمون ما برنگشتیم. ببینیم به اون حرفی که ما داشتیم در زیاد نه، تقریبا 70-80 سال قبل، یعنی که حرفی ما دیگر بود. ما حرفی فارسی داشتیم، بعدا ما را در سالهای آخر 20 ما را به لاتینی برگرداندن و در آخر 30 ما را به این خطی که امروز داریم. خب حتی ما با اون نگشتیم. حکمداران باشن چندین بار حتی خود همین سال هم گفتن که ما لازم نداریم که به اون خط بر بگردیم، به خط یعنی خدمون. اینجا یک سوال مطرح می شود که پس برای چی این قدر ما لاف میزنیم، این قدر وطن دوستی میگیم، خب دیگر تاریخ میگیم، تمدن میگیم، برگشتن به چیزهای کهنه خدمون میگیم؟ پس برای چی ما در این قدر وقت نتونستیم که بر خط خدمون برگردیم؟ حالا که من ضد دیگر خطا نیستم، اینا همش لازم است. امروز چه خط لاتینی چه خط کریلی باشه، هر اینا در منطقه ما خیلی مهم هستند، لیکن ما نتونستیم. بعضا نفرها در اینن که ما در حالت برگشتن به خدمون شاید که خیلی یعنی خفا مونیم از بعضا چیزها، لیکن ما میتونیم حتی همسایه کشور خودمون مثال بیاریم که در حالتی که الف باشون عوض کردن، خط خود عوض کردن، اونها از ما آیا امروز خفا موندن؟ البته که نه، البته که خفا نموندن. خب در اینجا از نگاه بنده یک اشتباه بزرگ بود که ما در همون ابتدا در حالتی به دست آوردن استقلالیت به خط خودمون برنگشتیم. اگر نه تا امروز فکر میکنم که خب دیگر جای خود چه میگرفت، این بهانه نمیشید. لیکن تا حاضر دارن میگن که ما نیاز به اون نداریم. پس برای من نفهمو است که ما کجا حرف میزنیم از گذشته خودمون، از تاریخ بای خودمون، از فرهنگ دیگر چیزها، و امروز جشن‌های زیاد هم داریم برای این. خب و در سطح سخنرانی زبان تاجیکی ما تا کجا رسیده است؟ امروز ببینید ما یک تعداد پیدا میشوند عیب جویی میکنن از نفرهای آزادیخواه، چی در زبان خب تاجیکی شون باشه، روسی شون باشه، انگلیسی باشه، هر چیزی که باشه عیب جویی میکنن. من براتون یک چیز برسونم که امروز هر نفرهایی که چی مخالفن، آزادی خواهن، مبارزن، نمیدونم مدعی خان باشن، هر کسی که باشن، اینها از مکتب های همین سیستم امروزه بیرون شدن. یعنی که این هم حاصل همون مهنت های شما هست، یعنی تا کجا را مهنت کردین. با این خاطر اون قدر عیب بالای آزادی خواهان نمیشه که پیدا کرد. ببینید اینجا زیادتر نظر میکنن همه وقت به حکمداران، به نفرهایی که در وظیفه‌های کلیدی هستند. یک بار ما مثال عادی میاریم، پیش نظر خود بیاریم که امروز کدام نفره که در وظیفه‌های کلیدی هستند، خب دیگر چهرهشون به مردم شناس است یا که ما را نمایندگی میکنن در جامعه جهانی، کدام از اونها به زبان تاجیکی خب حرف میزنن، یعنی بدون یک مشکلاتی، حداقل در یک جای معین، در یک جای خوب است. کدام از اون نفرها؟ من شک میکنم در این که اگر نفری را پیدا کرده بتونید. شاید در این باشد که بعضا نفرها بگن که اینها از زمان شوروی هستند، کادرهای زمان شوروی هستند، شاید تاجیکیشون هم قدر خوب است، اینها زبان روسیشون بهتر است. البته شما دیدین وزیرها، خود رئیس جمهور، خب رئیس جمهور هم میدونه که از بیشتر ما کلمه وای 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 میشنویم، از این دیگر چیزی نمیشنویم در سطح پس از فهمونش. و دیگر وزیرهاشون هم میدونین، حتی وزیر معارف و فرهنگ دیگر رو هم میدونین که در کدام درجه، یعنی که سخنرانی اونها
از وزیر علاقه و اونا دیگه حرف زدن نیست، از وزیر کارهای داخلی باشه عموما حرفی نیست. شاید اینجا نفرهای باشه بگن که اونها کادرهای دوله صلیب هستن، زبان روسیشون بهتر است، لیکن ما زبان روسی اونها رو هم شنویدیم. در مردم ما یک گپ هست، میگن که نه در ابر نه در قبر. اینها نه در ابرن نه در قبر، در یک میونه قرار دارن. نه زبان روسیشون خوب است نه زبان تاجیکشون خوب است. یعنی که این است که ما امروز در دوام 30 سال به کجا رسیدیم. بالای این البته که دقت کنید. یک چیز دیگر براتون مثال میارم، این هم از زندگی بنده مثال میارم. یک نفر از زادروزش بود، زادروز شد 2 روز پس گذراند و سببش گفت که خب به خاطر وقت درست نآمدن بعضی چیزها ما زادروز 2 روز بعد، یعنی زادروز من 2 روز بعد میگذرونم و ما در اون زادروز هم شرکت کردیم. راستی برام یک چیزی صنعی، یک چیزی خب به زبانی فهمتر فلسفی توفت، چون که واقعا زادروز این نفر نبود. خب یعنی که علاکه 2 روز گذشته بود، زادروزی 2 روز قبل بود، اینجا علاکه 2 روز گذشتگی بود. این یک چیز دیگر بگیم که همون تأثیری خود، زیبایی خود، همین چیزا یعنی که گم میکنه. منظورم چی است؟ منظورم این است که ما در 22 ایولی 1989 یعنی که این در ما قانونی شد که زبان تاجیکی مقام دولتی بگیرد در سال 1989. بینید 30 سال قبل اون هم باشد در 22 ایول، در 22 ایول. نه که بعد از 20 سال آمدن یک بهانه پیدا کردن، گفتن که ما بعضا چیزها را باید در زبان تاجیکی عوض کنیم. مثال حرف اوی دراز ای الگ میگیم، دیگرها خب بجای ب بگیم، بجای ب با بگیم، ایران بگیم. یک بحثا بالای این شد، اینها را در بین گذاشتن و با این بهانه یک چیز دیگر هم داخل کردن. گفتن همین روزی زبان نامناسب است، یعنی 22 ایول نامناسب است. به مثال همون یکی زاد روز دارم میگه این روز خوشم نمیاد یا که وقتم نیست، یا 10 روز یا 20 روز پس میگذرونیمش. و فکر کردن گفتن که کجا بیاریم. این رئیس کمیته زبان در بین گذاشت و البته یک چند اکادمی دیگر پیدا کردن از پهلو گفتن بله واقعا خب روزش مناسب نیست. ببینین که بهانه چی است؟ بهانه این است که با هوا خیلی گرم است و نفرها نمیتونن که در این گرمی روزی زبان جشن بگیرن. ببینید شاید این باشه که نفرهایی که در قدرت این خود دیگر در سری وظیفه در دوام این 20 سال شما خب دیگر نمیدونم پیر و فرسوده گشتین، این که دیگر زندگی است، این قانون طبیعت است دیگر. شما طاقت اون گرما و خب سرما را نداریم، به این خاطر عوضش کردین. نه اینم درست نمیاد. برای چی درست نمیاد؟ من بعدتر اینا حرف میزنم. برای چی عوض کردن؟ برای چی؟ برای که اینا چکار کنن؟ بازم ربط بتن بگذارن در زادروزی یک نفری که عموما ربط به این روز نداره و هیچ خدمتی نکرده است که زبان ما مقام دولتی بگیره. اون هم کیست؟ اون هم رئیس امروزه تاجیکستان، رئیس جمهور امامعلی رحمانوف شریپوویچ، نفری که این روز هم این روز تاریخی ما را دزدی کرد. دزدی اصل این است که مال مردمی را، تاریخ ما را دزدی کردن. اینها در برابر تمام مالکیت مردم را دزدی کردن، انشاءات‌های دولتی را تصرف کردن، خب تجارت مردم را گرفتن، خراب ساختن، مردم ناموس مردم در زمین زدن، مردم در بدر کردن. اینقدر مشکلات ها زیاد است. الان نمیخوام وقتونو در این بگیرم. ما اطراف اینا صحبت های زیاد داشتیم. اینقدر ظلم و ناعدالتی و اینقدر دزدی کردن، خراب کردن، به این هم قناعتمند نشدن. اینها امروز چنگ به تاریخ ما دارن میزنن. تاریخ ما را امروز میخوان که عوض کنن. تاریخ 100 ساله نه، تاریخ 50 سال قبل نه،
تاریخی را که حال و نفرهایی که ما و شما در قید حیات میدونیم که این کار دیروز بود، اگر ما بگیم که 100 سال 200 سال پیش میخوان که ایواز کنن اسکاجات کنن، خب میگیم باشه ما اونقدر خبری نداریم، شاید چنین باشه. لیکن اینها دارن تاریخی را ایواز میکنن که ما و شما در قید حیاتیم اینا دیده بودیم. برای من خیلی یک دردناک بود که در برنامه صدای مردم یک نفر تماس گرفت و گفت که من دانشجو هستم، پشتیبانی یعنی کرد از سیستم امروزه، از رژیم امروزه. برادر سلمان به اون یک سوال داد، گفت که استقلالیت تاجیکستان کی آورد؟ امضای کی در اونجا گذاشته بود؟ گفت که امام علی رحمانوف. یعنی ببینید نفرات دانشجو هستند، تا این اندازه مفکوره اونو را ایواز کردن، فکره اونو را ایواز کردن که امروز حتی استقلالیت ما را ربط میتن به یک نفری که خب نمیدانیم اون وقت در عبر بود یا در قبر، از اون نام نشونی نبود. امروز هم همین گونه زبانی که این هیچ خدمتی در اون نکرده بود، هیچ یک واکنش نشونه، هیچ زحمتی نکشیده بود، امروز این روز تاریخی ما را آوردن در زاد روز این گذاشتن. یعنی که فردا 5 اکتبر ما و شما جشن داریم، ایدی زبان. من یک نفری هستم که این روز قبول ندارم. 5 اکتبر این روز جشن ما نیست، این دروغ است. مثل اون زاد روزی که گفتم این قدر نداره، هیچ روز تاریخی نیست، این هیچ روز تاریخی نیست. با کمال احترام بالای همه نفرهایی که زاده شدن در 5 اکتبر. گپ اینجا در اون روز نیست، گپ در شما نیست، گپ در این است که یک دزد، خائن، وطن فروش این روز تاریخی ما را آورد باز در زاد روزی خودش گذاشت. و سببش ما گفتم که چی است. سببش در این است که گفتن که باده هوا خیلی گرم بود، دیگر نمیشه که در اون روز مردم اذیت کرد، مردم در میدان ها برآورد. بیاین ما شما نظر کنیم به گرمی سال، به تابستان ما به چی مصروف بودیم. دور نمیریم، این سال 30 سالگی که باید ما و شما در 22 ایول جشن میگرفتیم، یوبیله میگن 13 ساله، راونا 30 سال، راسو 30 سال شد. ما در اون تاریخ به چی مصروف بودیم؟ در اون باد هوای گرم که حکومت امروزه گویا که در فکر ما است، غمخوار ما است و نمیخواد که ما و شما در گرما و سرما برادر و خواهر و فرزندهای ما در اون باد هوا یعنی که اذیت بکشن. اونا آوردن به این روزهای خب سرتر بهتر از اون. ما چگونه اون روز گذراندیم و مصروف چی بودیم؟ در 22 ایولی 2019 یعنی سال روان. در 22 ایولی 2019 در منطقه بروخ تیرپرانی بود. در اون روز تیرپرانی بود. یکی از آموزگارها 52 ساله، خطا نکنم اگر همین بود سنش، 52 ساله در اونجا وفات کرد از تیری خب همسایگان ما. ببینید در اون بود روز 22 ایول، روزی که باید ما زبانمون روز جشن زبان ما قید میگرفتیم. یک تعداد هموطنان ما در مرز دیگر هیچ اعتماد نه به ارتش نه به حکومت خودشون برای دفاع پارچه زمین برآمدن و اونجا یک آموزگار به هلاکت رسید. این بود در روز 30 سالگی روز زبان ما، روز تاریخی. خود رحمانوف در چی مصروف بود؟ خود رحمانوف در اون روز یک تجارت دیگر داشت. تجارتش چی بود؟ شما میدونید که چون هر وقت ایواز کردن وظیفه ها، یک نفر از اینجا آزاد کردن به دیگر جا گذاشتن، دیگر به دیگر جا، یعنی که باز منصب فروشی. این بود در روز 22 ایول. با این کار مصروف بود خب دیکتاتور رحمانوف. و مردم در چی مصروف بود؟ مردمی که فکر اونا را میکنن که نباید در این گرمی اذیت بکشن، خب دیگر باید راحت باشن، اینقدر غمخوری میکنه حکومتی بود. مردم مصروفی چی بود؟ منظورم فرزندای ما، برادرها و خواهرها و مادرها و همه بود. اونها در تمام منطقه همه در اون آفتاب سوزان مرشرافت میگذاشتن. برای چی؟ برای که سلسله سفرهای رحمانوف بود و در بین منطقه ها مسابقه میگذاشت که کی خوبتر، بیشتر، بهتر مداح خوانی میکند و دیکتاتور رحمانوف پیشواز میگیره. کی چگونه برای شعر میخونه، گلدسته چگونه است،
قالین کی درازتر است، صدای کی بلندتر است، کی قد و قامت زیبا دارد، دختری کی فسانتر است که باید پیش دیکتاتور رحمانوف در نمایش بگذاره. خب بعد کی رسم ها و دیگر نمیدونم. امروز با یک چیز دیگه موجود است که تقدیم کردن رسمی خانه اهل عائله رحمانوف. خب برادر، مادر، پدر، نمیدونم دیگه از هر جا فتوشاپ کرده میارن. یعنی کی کارها را بهتر میکنه. مردم ما باید مصروفی انا این کار در اون شب روز. یعنی چی؟ ما و شما را باز فریب دادن، گفتن که تابستان گرم است، مطابقت نمیکنه، نمیخواد مردم اذیت بکشه. ما را فریب کردن که در همین گرما و سرما، چی ماه ایون، ایول، اوگوست، در همش شما مردم، شما دانشجو، آموزگار و همه نفرها در زیر آفتاب سوزان مارشروف کمیگذاشتین برای یک چند دقیقه که در پیش یک دیکتاتور، یک دزد، خائن، وطن فروش مدعی خونی کنید. این بود که شما را فریب کردن. وقتی که در یکی از کشورهای سابق شوروی یک نفر، یک هنرمند به سر قدرت آمد، گفتن که اون حجم نگار است. برای چی؟ در کشورمون نمیشه همین کار، پس بیا ما هم بکنیم یک حجم نگار خب انتخاب کنیم، نیم شوخی، نیم جدی، چنین حرفا باید. ببینید فرق در چی است. حتی در امریکا، یعنی که میدونه که نقش باز اکتیور سر قدرت اومد، حتی در اکتیور منظورم رونالد ریگن است. خب وقتی که اونو میان دیگر اون صحنه را ترک میکنن، میان در صحنه سیاست اون بازی هایی که در اونجا دارن نباید در این صحنه سیاست بکنن. خب چون یک حجم نگار است، یک هزل و شوخی دیگر چیز داره، نه اینجا دیگه جای جدی است. مردم هستی برای چی در اونوشی در اون نمیشه. اونو ببینید آمدن جدی کاری خود شروع کردن. نه که با مردم چی میگن؟ با مردم میگن که ما و شما 27 سال شد، 27 سال شد که ما را الکه یا حجم نگار داره با ما میمون بازی میکنه. 27 سال شد با شما صحنه بازی و مثل یک تئاتر لختکی، نمیدونم یک کلاون با شما داره بازی میکنه. یکی از بازی هایش که امروز آوردیم برای شما، گفتن که باد هوا گرم است، مطابقت نمیکنه، باید عوضش کنیم، گویا غمخوار شماست. لیکن چی؟ شما دیدین که کل 3 ماه تابستان با چی مصروف بدین. وقتی شما در چی میگذشت؟ اینا دیدین. اینها چی هن؟ اینها در مردم ما یک چیز میگن که یا خودت گاوی یا مردم گاو خیال کرده است. من فکر نکنم که اینا چون گاون یا مردم گاو خیال کرده است. اینا یا بیارن یا بیمارن، از همین دیگه که هستن، یا بیارن یا بیمارن، دارن تا امروز با همین خیلی میمون بازی میکنن. خب یعنی که الکی ما و شما یک حجم نگار 27 سال است که داریم. یک بار برآمداش از سخنرانیش نمیدین، یک حجم نگار بیش نیست. من الکی سال ابتدای 2000 بود که من در این دیگر با چشم خودم از نزدیک دیدم و در بین نفرها گفته بودم که اگر که این را همراه اوبایلی رجب در یک جا بگذاریم، من فکر میکنم از اوبایلی رجب مهارت اکتوریش بلندتر است. این سخن من در بین دوستا و عزیزا سال 2000 ابتدا گفتم. خب خلاصه چی گفتنی هستم؟ گفتنی هستم که فردا اون روزی که اینها جشن میگیرن، من بنده این را قبول ندارم و مطمئن هستم که نه تنها بنده، زیاد نفرها هستن که این را قبول ندارن. وظیفه ما و شما به نسل امروزه و آینده فهماندن است که این روز یک ساخته‌کاری است. این روز تاریخی ما نیست. روز تاریخی ما 22 ایول است. ما باید به اون روز زبان بر بگردونیم. یک روز انشالله که این رژیم از بین می رود. یک روز می رود. انشالله یک روز می رود. و هر کسی که در اون روز در قید حیات هستین، این چیزا فراموش نکنید که این روز بر بگردونیم. و 22 ایول برای خودش بر بگردونیم. این چیز مهم است و مهم است و خیلی مهم است. من امیدوار هستم که این را انشالله که ما و شما برمیگردونیم. تاریخ نباید دروغ نویسنده شود. تاریخ با تمام تلخیش، شیرینیش، درشتیش، خب هر چیزی که داشته باشه اون تاریخ ما است. چگونه که است باید ما قبولش کنیم، از اون چیزی را باموزیم، برای آینده ما استفاده کنیم.
من امیدوار هستم روزی میشه که ما و شما به روز تاریخی خود این روزی زبان برمیگردونیم. سلامت باشید. خب من یک چند سوال ها را اینجا نگاه میکنم و یک دو نقطه های دیگر هست، بعدا در رفت سوال جواب اونها هم انشاءالله که به اون نقطه ها برمیگردم. خب سوال ها را از طریق یوتیوب نگاه میکنیم. ما خواهش میکنم از نفرهایی که اگر که سوال هاشون نمیبینم، چون در یوتیوب همین خیلی است بین بعضا سوال ها پیدا نمیشه، از درست نشون نمیده. من خواهش میکنم که تکرارا سوال هاتون رو پرتین تازه عین حال برام آسان تر میشه سوال هاتون رو ببینم. خب و علیکم سلام و رحمت الله به همه نفرهایی که سلام دادن. در سخنرانی هفته قبلی یادم هست یکی از هموطنان نویساندن که شما در وقت سوال ها را خوندن زیاد به منظورشون به آیپد است، یعنی که زیاد به اون نگاه میکنم، شاید در اون باشه که زیاد خاموش میمونم. ببینید من خودم مستقیم یعنی سوال هاتون رو میخونم، به همین خاطر در بین بعضا چیزای نوشته شده هست که اونها سوال نیستن، اونها بعضا خود دیگر سلام علیک، بعضا گفته های خودشون می نویسن، بعضا حتی دشنامه ها هست، باید که من اینها رو ورق میزنم با و سوال پیدا کنم. به همین خاطر و امیدوارم که این را انشاءالله که شما قبول دارید. هموطنایی که هستن مشاهده می شود در مقابل بعضا نفرهایی که خب طرفداری میکنن از رژیم امروزه، دشنامه ها سخن های قبیح میزنن. شما نفرهای اصلاح کننده این نکنید دیگر، فرق بین ما و شما در اون چی میشه؟ نکنید، دشنام نکنید. چگونه گفتم همچنین شما میتونید که در مسنجری بنده در فیسبوک یعنی میتونید که سوال خودتون مطرح کنید، چون بعضا هموطنا هست که نمیخوان صحیفه خودشون آشکار کنن، چی در فیسبوک باشه چی در یوتیوب باشه. ما سوال ها را کوشش میکنم که مختصر، یعنی که مضمون سوال ها را براتون بخونم، چون بعضا سوال ها دراز نویسنده میشود. اینجا یک هموطنمون گفته است ما خواهان این هستیم که مخالفین هم یک جا باشن، یک موش باشن و ضد رژیم امروزه حرکت کنند. ما برای این ضد نیستیم، برای این ضد نیستیم. سلامت باشید. خب اینجا اکثریت هموطنا چی کردن؟ یعنی طرفداری کردن نسبت این صحبتی که داشتیم که روزی ایدی زبان باید به روزی تاریخی خودش برگردانده شود. بعد تشکر باید چنین باشه. جهاد گپ زنید، یگونه روی حل مسئله همین است، یعنی که شفشه باید نکنیم. خب دیگر آماده باشین. جهاد از نگاه شما چی است؟ من اون کاری که امروز ما و شما میکنیم امیرا من جهاد قبول دارم. در مقابل خب دیکتاتور، در مقابل یک قاتلان حرف زدن، حرکت کردن، این خودش علاقه کار شروع شده است و ما و شما یک متدی درست گرفتیم. خب حرکت داریم انشاءالله. وطن بسیار آباد است برای منصبدارا. فکر نکنیم که حتی برای منصبدارا آباد باشد. امروز تاجیکستان چگونه ساخته است؟ نفرهای یکم است بالا که اونها خب کرسی ها را ضبط کرده گرفته‌اند و به دست اونها ظلم کرده می شود. نفرهای دوم هست که اونها کار تشکیل میکنند و نفرهای سوم هست که زحمت میکشند. یعنی فهمیدین اون بالاها دزد هستند، دویمش اونها کار یعنی تشکیل میکنند، سوم ها عمل کننده هستند، نفرهایی که زیاد اذیت میکشند. یعنی نه همه نفرها امروز راحت هستند، نه همه زیاد نفرهایی که در رژیم امروزه فعالیت میکنن اونها هم از همین رژیم مونده شده است، در این شک نکنید.
شما چی فکر دارید؟ زمین ناحیه اصفهان رحمان فروخته است یا نه؟ بله فروخته است، در این نوار هست. خب دیگه استقامت کننده های اون منطقه حرف میزنن، میگن که تو کدام سالها چی بود، امروزها چی است و غیر از این. چگونه گفتم سال 2013 بود یا ابتدای 14 بود، خوب در یادم نیست راستی. وقتی که در اون در برآمدهای قبلی هم این را من ذکر کرده هستم، ما با یکی از نماینده های تاجیکستان که در اونجا شرکت داشت همراهش در چی بودیم، در علاقه بودیم، میخواستیم که از روند اون گفته شنیدها بخبر باشیم. وقتی که کار به انجام رسید پرسیدیم چی شد، یک دشنام داد، گفت که امضا کردیم، یک چند پارچه زمین هم دادیم و برگشتیم. همین گونه. بله زمین ها را دادن. خب چگونه که گفتم من منظوری سوالها را براتان میخونم. شما دیکتاتور امام علی رحمانوف را در وقت صحبت رئیس جمهور گفتید، آیا واقعا او را رئیس جمهور میحسابید؟ بله من او را رئیس جمهور میحسابم، یک رئیس جمهوری که تصرف کرده است بر راه زوری، بر راه مکر فریب گرفته است و جامعه جهانی او را همچون رئیس جمهور قبول دارد. ایرا ما و شما انکار کردن نمیتونیم، واقعا بله. لیکن بر راه‌های چی؟ ظلم، ستم، کشتار، قتل، زندانی کردن به این راه رفته است و نفری که چندین بار سرقانون ما را عوض کرده است برای خود. ببینید یعنی به این راه دیگر جامعه جهانی اون را خب رئیس جمهور میدونن، رسانه ها رئیس جمهور می نویسن، اون چیزی که دیگر عیان است. ما میترسیم پایتخت تاجیکستان دوشنبه رو امام علی نام نمونند. ابتدای سالهای 2000 بود، ابتدای سالهای 2000 در یک معرکه ما صحبت کرده بودیم و صحبت اطراف کشور خب یکی از کشورهای سابق شوروی رفت که اونجا رئیس جمهور روزهای هفته را به نام اهل عائله خود گذاشته بود. یعنی که دوشنبه سه چهارشنبه ما دیگر نمیگیم، به مثل میگیم که خب نمیدونم دیگر علی، ولی، حسن، حسین، یعنی این خیلی نام میگیریم. یکی از دیکتاتورهای در کشورهای سابق شوروی روزهای هفته را به نام عائله و اولاد خود مونده بود و شزن هموطنا میخندیدند. در کشور ما باشه در همون شب و روز داشتن چه روی، یعنی که به همین دیکتاتوری قدم میموندن در ابتدای سالهای 2000 همون وقتا و هیچ کس در فکرش نمیومد که یک روزه ما به اینجا میرسیم. اگر یک نفر هم گفته که روزه میشود که همراه همسر در کوچه میره، همراه همسر در کوچه میره، یک نفر از مقامات میاد در نزد تو از سر همسرت روی مال میگیره. یعنی منظور من اینجا نیست، من مسائل دینی را حرف نمیزنم که سطر نه، من ناموس مرد حرف میزنم که همسرت است که فقط و فقط تنها و تنها تو حق داری که دست در سر او باشه، در دست او باشه، در هر جاش، یعنی که برسونی. خب ببینید چی در نزد تو میان نماینده این حکومت، در نزد چشم تو از سر همسرت روی مالش میکشن میگیرن. ببینید کی در فکرش میرسید که یک روزه ما تا اینجا میرسیم، تا اینجا میگم ناموس خودمون از دست میدیم. کی در اون فکری بود که یک روز در قد کوچه یک نمیدونم پلیس دشنام میداد شما را یا میگفت که یک دقیقه کفایه است که ما شما را کلان همه تعلم برای مشروبه پلیس و دیگر جا اذیت کنیم. کی؟ هیچ کس در این فکر نبود. کی در اون بود که یک روزه در عبادتگاه در مسجد یک نفر میدونه در اون داخل شما را دشنام میکنه، دشنام قبح میکنه و هیچ در وظیفه‌اش یا که از وظیفه‌اش هم باز بالاتر میره. کی فکر داشت؟ اگر امروز نمیدونم حالا شک داریم که ما از این بدتر میشیم، ما همه وقت میگفتیم که اینها پایان کار نیست، باز هم ادامه داره تا اون وقتی که ما و شما درک نکنیم، ما نگیم که بس تا اون زمان. جهاد عراقی را در نظر دارم.
من برای شما کشور سوریه را مثال آورده بودم. یه روزی بود که مردم در میدان ریختن، خواستن در بهار عرب خواستن که صدا بلند کنن. دیکتاتور، رژیم دیکتاتوری یک بازی کرد، بعد دست اول مردم عصبانی کرد، بعض نفرها را فرزندشون را قتل کردن، در حالتی که اینها با صدا بلند کردن گفتن شما فرزندهای کوچک ما را قتل کردن، اینها براشون گفتن که باز قتل میکنیم، برین بزوین اونها را هم باز قتل میکنیم. یعنی که مردم احساساتی کردن، از پهلو در دستشون یراق دادن و ببینین که حال سوریه چی شد. آیا چیزی عوض شد؟ نه، اون دیکتاتور در جاش هست تا این روزه حکمرانی داره، اون سلاله اسدی ها. خب ما و شما انشالله که در یک متدی، در یک اصول درست استفاده میبریم انشالله. یراق گرفتن، من امیدوارم که تا اونجا نمیرسیم، امیدوارم که ما تا اونجا نرسیم. اگر که برسیم با اونم حق داریم، یعنی که امروز برای چی حکومت رژیم ما را قتل کنه، از یراق با یراق آتش فشان همه این کارا بکنه، ما در مقابلش خون برای چی؟ برای که اونا لیسانس داره؟ نه، ما را قبول نداریم. نه که ما و شما به خاطر که با اشتباه راهنتیم کوشش کنیم همین راهی که هست، راهی آسان ترین شه ما و شما در بین گذاشتگیم استفاده بریم. در اینجا انشاءالله که هفته آینده یک موضوع دیگر هست که ما و شما در طرف این مفصل تر صحبت خواهیم کرد. امروز رژیم کوشش داره، بازی ها داره که به دست ما و شما یراق بده، چون دیگر میدونه که این به فایده کار میشه، برای اینها این یک منفعتش بیشتر است. جهاد در راه الله برای برپا کردن شریعت الله را گفته ایستادم. اما فکر من برادر است باز تکرار به تکرار سوالهاش مطرح داره. ببینید امروز چی جای مونده است که رژیم چنگال خونولید خچه نزده باشن؟ چی را؟ کجا؟ اگر که شما خوب نمیدونم شریعت میگن، با شریعت هم دست زد، با اقتصاد هم زد، با پارچهای زمین هم زد، با همه چیز زد، با روز زبانی ما هم زد، با همه چیز زد، با روز استقلالیت هم زد، استقلالیت هم به خود رفت دادن، کدام جشن وحدت هم دوران به خودشون رفت دادن، همه چیز، روز پرزیدنتیش هم با همش. خب پیش از اونی که میگن یک چیزی را برقرار کنیم، پس آماده باشیم. اولا باید ما و شما ظلم برطرف کنیم. تا اون زمانی را که ما ظلم برطرف نکنیم به هیچ جایی نمیرسیم، امروز بعض نفرها میگن که خب کشور ما چگونه باید باشه، دموکراتیک، کمونیستی. من مطمئن هستم که زیاد هموطنا ترس دارن از اون چیزی که بگن که ما میخوایم کشور ما اسلامی باشه. برای چی میترسن؟ این حق شهروندی شماست، او کشور شماست. اگر که میخواین اسلامی باشه یک تعدادی بکنین، خب نمیدونم حزب تشکیل میکنین، سازمان تشکیل میکنین، آشکار بگین که ما میخوایم کشور ما اسلامی باشه. کمونیست آشکار بگو که میخوایم کشور ما کمونیستی باشه، دموکرات بگو که ما آشکار میخوایم دموکراتی باشه. آشکار بگین، نترسین. برای چی میترسین؟ کسی خفه میشه و پرابلم ایوه. هر چیزی که میخواین حق شهروندی شما، آشکار از این حرف بزنید. گپ دری است که آماده هستین با کمونیستی کردن، دموکراتی کردن یا اسلامی کردن، آماده هستین. در اون وقتی باید کرد که آماده باشه. فقط دو راه هست، یکم دعوت، دیگم انقلاب. بله همین است. دعوت ما و شما امروزها عالی هم کم داریم. تا حال دعوت ما کم است. باید دعوت ما بیست باشه. کوشش کنین، تلاش کنین، چقدر میتونین دعوت کنین، در کوچه، در محفل ها، در ترانسپورت، نقلیات، در هر جای هستین یکدیگر را دیدین حرف بزنین. اوی مشکلات های امروزه در محفل ها میشنین، وقتونه در صحبت های بیفایده نگذرونین. چقدر میتونین صحبت کنین. امروز بهترین شرایط دارین. اما شما چند بار گفتیم که بهترین یراق دست شما امروز ای است. از همه، از قلم، از ورق، از یراق و تصویرشون، از همش بهترین امروز این چیز است. بهترین یراقی که ما و شما امروز استفاده میبریم همین چیز است. حتی از قلم دیدم من این یراق بهترین میدونم این شب روز.
این خوب استفاده برین، در کارهای به معنی نه. در صحبت قبلی من گفته بودم، مثال آوردم که هست صحیفه هست که در اون صحبت های به معنی را میگذارونن، بینندش تا از 1,000,000 هم بالا می رود، نفر اونجا مهمون شد، سخنهای بهترین گپ زد برای آینده، چگونه امروز آینده مردم وطنی ما، چگونه ما وطنمون بهتر کنیم. خصوصا به همین خاطر همون کانال اهمیت دادم که همین صحبت چی می شود تا کجا مردم، یعنی این کانالی هست که مردم نظارتش میکنه، توجه دارن، نه که همین صحبت تا کجا میره. تا یه مورا من نگاش کردم 1000 پرسموتر نگرفت. این معنای چی را میته؟ معنای را میته که مردم ما در دیگر فضا قرار دارن. این نفرهایی که امروز گپ میزنن میگن که باید چیز را عوض بکنیم، اون تعداد دیگر را مثل خودتون مبارز بگردونید، دعوت کنید. کسی میگه که زیاد حرف زدیم، من میگم خیلی کم حرف زدیم، باید زیاد گپ زنیم، باید 1 نفر 2 نفر 10 نفر 20 نفر نه علارش کنیم. روز ما خب یک تعدادی هست با مردم صحبت میکنه از حزب سازمان های گوناگون، من میخوام که زیاد باشه، باز هم زیاد باشه، باز هم حرف بزنیم، باز هم چقدر میتونین حرف بزنین. تکرار میکنم، من حرف میزنم شاید که 10 نفر، شاید از کل تاجیکستان 100 نفر محبت به من پیدا کنه، پیروی به سخنان میکنه. بعد دیگه نفرها شاید من نمیدونم مطابق دل اونا، مطابق خواهش اونا شاید حرف نزنم، شاید سیمای من، صدای من به اونو مقبول نباشه. یک نفر دیگر رو شاید 500 نفر طرفداری کنه، دیگری تا شاید 1000 نفر طرفداری کنه. این خود ما میتونیم که جامعه را بسازیم، مردم آماده کنیم برای عوض کردن. در اینجا کوشش کنین، حرکت کنین. خب کی خودمون وا میخوریم، من در گپ دارم، سوال جواب ده. کی وا میخوریم؟ ما و شما در یک زمان قرار داریم، فکر نکنیم که چون وقتم به این نمیرسه اگر که ما بگیم که به همه نفرها وا بخوریم. البته اگر همه در یک جای باشن، در یک منطقه باشن، شما اگر در کشور قرار دارین که بنده در اونجا قرار دارم، باشه شما یک جای را خب سرجم بشین تا که چی ما یک بار بیام صحبت داشته باشیم. لیکن اگر با هر نفر من بگم در علاهیدگی صحبت کنم، در این وقت نمیرسه. ما و شما در شرایطی بهترین قرار داریم. مثال اون کاری که ما امروز ها میکنیم، بعضا نفرها مثل شما پیدا میشوند، در یک خانه سرجم میشوند، در حالت زاد روز است، نمیدونم بزم دارن، جشن دارن، سرجم میشن، با ما تماس میگیرن، با طریق نوار میشینیم، 15-20 نفر خب جوان مردان نشستن و با اونها صحبت میکنیم. یه سوال های پیدا میشن، سوال میتن، بنده با اونها سوال میتن، چون این صحبت ها ما میگذرونیم. و در عصری که ما و شما قرار داریم، در این زمان ما و شما قرار داریم، مهم نیست که همه وقت از نزدیک باید بیم صحبت بگذرونیم. ما میتونیم که را به طریق خب برنامه هایی که امروز در گوشی خودمون در تلفنمون استفاده میبریم، با اونها کدامش که برای شما مناسب است با همون رو تماس بگیریم، صحبت کنیم. خب اگر در انتخاباتی 2020 فرزندهای رحمان فدر اینجا نامور کردن، اگر که اونها انتخاب شوند، گفتن که ما اونها را اعتراف میکنیم یا نه، ما در موضوع کلان است، در اینجا یک صحبت مفصل همراه شما انشاءالله خواهیم داشت اگر که اونها باقی باشه. چی کنیم؟ جنگ کنیم یا که بخوبی؟ نه، اینا بخوبی چیزی را نمیتن، اینها را باید ریشه‌کن کرد، اینها را باید ریشه‌کن کرد و اینها را هر کسی که جنایت کرده است باید اینها را زندان روان کرد. اگر انقلاب شود اگر انقلاب شود در تاجیکستان انشاءالله، و از کدام ناحیه امام علی رحمانوف ترس دارد؟ کمی نقطه خود را می‌گذاشتید.
ببینید من در این نیستم که کدام ناحیه یا منطقه بهتر است یا بدتر است، جسورتر است یا که نمیدونم ترسو است. من در این نیستم. امروز در حرکت های سیاسی شما ببینید نفرهایی که در میدان قیام کردن اینها از مناطق کشور ما هستند. همه خاص از یک جای نیست. خب همه خاص از یک جای نیست، از هر جاهای خب گوناگون هستند. خب ببینید حتی مثال در حرکت ما نفرهایی که راهبریت حرکت است، خب مثال بنده اگر از طرف کلو باشم، یک نفر از طرف رشت است، یک نفر از طرف ختلون است، یک نفر از دوشنبه هست، یک نفر از طرف خوجند است. یعنی ببینید اینجا پس چی؟ یعنی که کسی از کسی جسورتر یا که ترسوتر نیست. ما این گونه بهانه میتونم منطقه را گپ سر اون نفرهایی است که ایمانشان ننگ ناموسشان اونها را وادار می‌سازد که میدان میبرویند و مقابل یک رژیمی که واقعا قاتل است مبارزه میبرند. این است. یگان رزولتات نیست، چند سالها میشه گم میزنه. باور کنین اگر که این حرفایی که امروز میزنند، حالا که چقدر اگر حرف ما طولانی میره و این هم شاید اشتباهی ما باشن، نفرهایی که چنین مسئولیتی را گرفتگیم اشتباهی ما هم در اینجا هست. و چیز دیگه هم این است که منتالیته مردم هست. اگر این قدر گفتار برای یک ملت یا یک مردم دیگر میبود، شاید زیادتر دستگیری میکردن. ببینید زیاد گوش کردن شنویدن، پس باید دستگیری کرد. در تمام جا وقتی که انقلاب میشه و ایواز میکنن، مردم دستگیری میکنن. هیچ حزب حرکت سیاسی، هیچ کس بدون مردم انقلاب کردن نمیتونه. هیچ کس. اگر حتی تعدادی ما 1000 10,000 نفر باشد، نه کفایه نیست. مردم این حرکت ها فقط به مثل موتور هستند. اینها یعنی که راه نشون میدن، راهنمایی میکنن، همراه مردم میرن، پیش میرن، این گونه میرن. خب هست نفرایی که از قفا میستن استفاده میبرن، گوناگون هستن. لیکن ما گفتیم که ما هیچ وقت به اون کوچه گذر نمیکنیم، شما را روان نمیکنیم تا که خودمون گذر نکرده باشیم. ما بارها برای شما گفتیم. خب ببینید یعنی که حرکت ها را باید که حرکت های سیاسی را دستگیری کنیم تا که تستر بشه. اگر که ما امروز قدر حرفایی که میزنیم، مطمئن باشین از بعضا این گفته ها است که رژیم استفاده میبره، خودداری میکنه از بعضا چیزا. وگرنه امروز کره شمالی را هم گذاشته به تاجیکستان، وگرنه گذاشته بود. من فکر نکنم که اینها بفایده باشن اینقدر حرف زدن. امیدوارم که شما قدر میکنین، چون امروز زیاد جوان مردها هستن که از مستیشون در اینجا نیستن که وقتی خودشون صرف کنن. باور کنید. من یک چی میگم، میبرن گاوسود میکنن. یعنی شما پس مطمئن هستین که رژیم امروزه چی است؟ یک ظالم هستن، ستمکار هستن. یعنی مطمئن هستین که برای یک سخن شما را میبرن چیکار میکنن؟ زندانی میکنن. ببینید پس اینا لایق هستن که بالای سر ما و شما را بر باشن؟ نه، باید اینا و شما باید ریشه‌کن کنیم، دفع کنیم، نابود کنیم. جای اینها فقط کجا؟ زندان. این از جای اینها. خب ممکن است که سوال بتیم، مثلا شما آزاد هستین، سوالاتون رو میتونین که مطرح کنین اینجا. خب رژیم رحمانوف نیست که چیزی را چکنین خواهش کنین شما را اجازت بتن. شما آزاد هستین، سوالتون رو مطرح کنین. سوال ها زیاد است. اگر که ما همه اینها را بخونیم واقعا وقتم زیاد میره، چون در برنامه قبلی ما و شما 2 ساعت نشسته بودیم. من فکر میکنم خسته کننده است برای شما. کوشش کنیم که ما کوتاه‌تر یعنی بگیریم و همچنین در آینده انشالله که یک بندک برنامه میگذارم که بیرون از کدام موضوع خاصی فقط به سوال های شما جواب بده انشالله.
گروهی 24 اعضا قبول میکند و چی شرط ها برای اعضایی به این گروه است. شما در کدام کشوری که قرار دارین با مسئول ما در اون کشور تماس بگیرین و اون نفر شما را راهنمایی میکنه که با کی باید که صحبت داشته باشید. یا نفرهایی هستند که وظیفه دارن، وظیفهشون این است که برای اعضا گرفتن و چنین مصاحبه گذراندن با نفرها و باید بدانید که نه همه قبول کرده می شود، نه همه، چون ما حرکتی نیستیم که بخوایم که صف خودمون بیشتر کنیم، چون ما در یک نمیدونم ما در یک برنامه نداریم که جای آوازی زیادتر بگیریم. برای ما بیشتر نفرهای لازم هستند که عمل کنند. منظورم نیست فقط چهرهتون، شما میتونید که بدون آشکار کردن چهره هم دیگر وظیفه است که در اون یعنی که کار ببرین. در هر کشوری که قرار دارین با اعضای با نماینده ما در اون کشور تماس بگیرین و اون کس شما را راهنمایی میکنه. خب همه شما درباره چی گپ زدید؟ نفرهایی که تازه در آمدین و نمیدونین موضوع درباره چی است، شما میتونید که بعدا این نوع را از ابتدا یعنی که سعی کنین اگر که براتون مهم باشد، چون اگر ما را دوباره اگر شرح بتم خیلی وقتی زیاد میره. در عموم در باره اونی که یک روز تاریخی ما دزدیده شد، اون باشه 22 ایولی که 1989 زبان تاجیکی مقامی دولتی گرفت، اون را آوردن به زادروژ دیکتاتور رحمانوف گذاشتن. کی شروع میکنیم؟ اون زمانی که آماده باشه. خب خواهیم پیش نمی شود. بله در اینجا ما نقطه میگذاریم. نفرایی که ما را مشاهده میکنیم ما دیگر در یوتیوب و سوال ها جواب نمیگیم. در قسمت این شاید از ما دو نقطه دیگر را ذکر میکنیم. من چرا ببینم مسنجر را ببینم اگر اون سوال های آمده باشه در خدمت بنده از طریق فیسبوک ما اونها را مختصر جواب میتونم و باز دوام میدیم. خب خب اینجا حتی یک برادر مبارز ما ببینید در ما چنین هست، یعنی که این گونه نیست که خب مثال بنده امروز رهبر یک حرکت هستم هر چیزی که بگم که باید قبول باشه. من کوشش میکنم هر چیزی نگم که بی اساس باشد، چون رهبر یک نفری را انتخاب میکنه که به اون اعتماد دارن و در حرکتی ما حرف میشه بین برادرها، بعضا دولت‌ها در جلسه ها بحث میشه، یعنی با مثل رژیم امروزه نیست که همه مثل لختک باشن در پارلمان. این گونه نیست، هر کس فکر و نظر خودش میگه، همه را گوش میکنیم میشنویم. ببینید حتی عین حال من وقتی گفتم که رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان است، یک برادر از حرکت خودمون است که واقعا آیا او را ما قبول داریم همچون رئیس جمهور؟ ببینید من منظورم چی است. ما این است که یعنی که عنوان رئیس جمهور را داره، مردم تاجیکستان رئیس جمهورش میگن، کشورها رئیس جمهورش میگن، در جامعه جهانی در همه سیاست رئیس جمهوری تاجیکستانش میگن، لیکن با کدام راه این چیزا به دست گرفته است؟ با اون راهی ظلم، کشتار، ناعدالتی. این گونه است. این را باید ما شما درک کنیم. خب برادر مبارز محترم رو در علاهیدگی هم به خود صحبت کنیم در این موضوع انشاءالله. خب به اجازت ملت کن نقره را داد، از کجا چنین جرأت دارن؟ چنین سوال آمده است. این سوال ما چند بار دیدیم در اینجا آمده است. از کجا چنین جرأت دارد؟ ببینید فقط یک کن داد، پارچه های زمین فروغ جرأت از کجا پیدا شد؟ دست به دامن مادرها و خواهرها زدن، تحقیر کردن، مردم سرگردان کردن، اینقدر همه چیز همه جا در چنگال خونالو چون زدن. جرأت از کجا؟ جرأت از خاموشی
ما و شما. جرأت از خاموشی ما و شما. تو با اینجا را اومد رسون. من مطمئنم، امیدوارم و مطمئنم اینها برای ما یک امتحان است. روز میشه ما اینا را برطرف میکنیم و به این خطایا راه نمیدیم. چون که در تاریخ ما نظر کنیم امروز هر کشوری که به قله‌های بلند رسیدن در تاریخشون اونها چنین روزها را گذشتن. چنین روزها را گذشتن. انشالله هر قوم و ملت مردمی که اذیت میکشه اون انشالله یک روز خیلی سربلند میشه. ما و شما انشالله روز سربلند میشه انشالله. سال 1992 نکنین ما برای پرزیدنت جان من میتونم از پیشتون من میبرم. یک از تعدید ممکن که از نظر من میبرم. من مطمئن هستم که روزی که مردم قیام میکنه یکم شما فرار میکنین و همچنین بعضا خب در بالای سرشان دیکتاتورها که دارن پدرخواند نمیدونم پیاندر برادرزاده و خب کم چیزها یزنه و دیگر چیزها دارن و در اون روز حتی وقتی که به اونها زنگ میزنن اونها هم به زنگ‌های تلفن اینها جواب نمیدن در روزی که مردم قیام میکنن، چون میگن تمام وقت تمام شد. شما نفرها یکم فرار میکنین، مطمئن باشین. حالا که من طرفدار کی هستم؟ من همه وقت طرفدار رقیبی مرد هستم. واقعا من میخوام که رقیبی ما مرد باشه. رقیبی مرد میشه که اون را خب همچنین رقیب قبولش کرد، او را قدر کرد. میدونین رقیب میشه که قدرش کرد، صفات‌های بهترین شه. یکی متاسفانه در همین جنگ ما و شما آمد نکرد. رقیبی ما و شما یا رقیبی نامرد است، یا رقیبی است که به مثل زنها فقط رقاصگی میکنه، جنبوندن نمیدونم، یک کسمتیک کردن، یک درد دادن. امروز ما و شما را یک رقیبی مرد نصیب نگشت. چه خدمت کردی خودت برای مردم؟ با اینقدر گپ میزنی. چه خدمت کردم برای مردم؟ از نگاه خودم هیچ خدمتی نکردم، هیچ. و با همین خاطر کوشش دارم که خدمتی بکنم. اگر چیزی که بد کردم نکردم، من فکر میکنم یه روز پیدا میشه نفرایی که گپ میزنن از اون چیزی که من بد کردم یا که نک کردم. اینا بگذار دیگر رو بهوت. از اروپا ایستادن مردم علاوه میمونین. نه، من امروز در اروپا نیستم، من در کشور ترکیه قرار دارم و همچنین نفرهای مبارزی هستن که در کشورهای سابق شوروی قرار دارن و نفرهایی که در اروپا هستن اونها چی؟ اروپا یگان جای باز فرق کننده هست؟ نه، اون نفرها هم که در اروپا قرار دارن در برابر زندگی خود پیش بردن، کار کردن. امروز اکثریت اونها کار میکنن، از همه حزب سازمان ها حرکت ها. کسی تجارت شده است، کسی خب دیگر از اون کشور یک ساختار کار میکنن، فعالیت میکنن. در برابر همه این اونها میتونن که دیگر آرام باشن، چون دیگر مردم و ملت هم میبینید مشاهده میکنید رفتن پروایی ندارن، رفتن چون به امریکا و کانادا و اروپا رسوندن دیگر پروایی ندارن، دنبال زندگی خود. لیکن مردم تاجیکستان ببینید رفتن به جای رسیدن. امروز بله زندگیشون خوب است در اروپا، جای کار پیدا کردن، فرزنداشون در بهترین مکتب‌ها تحصیل میکنن، میتونن که دیگر بگن خب هر یک روز نه یک روز اگر ما کوشش هم نکنیم یک روز نه یک روز این رژیم میرود. هیچ کی نشد عمرشون آخه تمام شد میرون از بین. یک روز برمیگرده میریم یک نفر به مثل همسایه کشورمون ازبکستان یک نفر بهتر میاد میگه که برگردیم. خب بعد برمیگردیم میریم اگر که بخوایم هم با. لیکن ببینید در برابر همه همین امروز دارن کوشش میکنن، تلاش میکنن، کاری را انجام بدن برای شما. یعنی این حرفاتون دیگر به کار نمیره. در اروپا، در امریکا، خب در قبرستان، در کجای هستید این دیگر به کار نمیره. خب اینجا در رفتی صحبت علاقه ما با این سوال ها جواب دادیم، تکرار نمیکنیم چون بعضا سوال های هست که علاقه در رفتی صحبت جوابشون نگرفتن. این هست. خب همچنین در سوال هایی که در لیچکم در اونها دیگر جواب نمیتیم. تشکر زیاد به نفرها که توجه دارن و سوال ها را پیشنهاد کردن. دو نکته دیگر هم میخوام که مختصر ذکر کنم. یکی از اونها قضیه برادر ما مصطفی حیاتوف. ما در هفته قبلی اطراف قضیه اون صحبت داشتیم، صحبتی مفصل داشتیم. عین حال نمیخوام که وقتی شما را زیاد بگیرم اطراف این قضیه.
و تا امروز چی عوض شده است؟ تا امروز این است که خب حکومت پولشا وقتی که نماینده‌های ما وارد شدن با اونها صحبت گذراندن، بالاخره گفتن که بله ما اون را از خط پولشا بیرون کردیم. ببینید و در گذشت 9 روز، امروز 9 روز شد، در گذشت 9 روز تاجیکستان تا امروز را جواب نداده است که آیا اون نفر در تاجیکستان قرار داره یا نه. ببینید در گذشت 9 روز است و پولشا هم دیگر به سوالها جواب نداد، خداری کرد. ما در هفته گذشته گفته بودیم که از ابتدای 2017 رژیم امروزه با حتی با بعضی کشورهای اروپایی خیلی کوشش کرد، بعضی نفرهای کلیدی پیدا کرده است، کوشش داره که ببرن تا که قدرت خودش نشون بده، مردم نومید بسازه. حتی بعضی نفرها را توفه ها کردن. ما میدونیم فقط ما برای شما الان اسناد نشون داده نمیتونیم که بگیم خب ببینید همین را توفهش کردن، لیکن داریم خبرها که چی توفه ها کردن. مبلغ خب بعضی چیزهای قیمت بها چنین توفه ها بود. فقط به خاطر چی؟ به خاطر که رژیم نشون داد که ببینید من حتی از اروپا برگردونم کسی. این خلاص. و نفرهایی را مشاهده کردن که برآمدن این دیکتاتور را وصف کردن، تعریف کردن از کشورهای اروپا. بعضا نفرها خب دیگه روشون سیاه سفید کردن، چون این حرفا هم زدن که این مردم ما را در حیرت میگذاره. پس میگن حقیقت کجاست؟ کی حقیقت میگه؟ آزادی خواه یا که نفری که در خود ما اروپا است؟ یک مسئولی بلند پویا. ببینید در گذشت 9 روز تا امروز دیگر پولشا جواب نداد که ما با کجا روانش کردیم، چگونه، چه زیرا نشون دادن. حتی دیروز به ما یک مکتوب دیگر رسوندن که ما به شما یعنی که دقیقاً گفتن نمیتونیم. میرم اینجا یک مکتوب روان کرده بودیم، دیروز آمد مکتوب رسید که ما به شما گفتن نمیتونیم، اینا فقط یعنی که به مثل بگیم که وکیلش حق داره. لیکن حتی با وکیل این حرف نمیگن، حتی با وکیل نمیگن که با کدام طیاره از کدام طریق کدام کشور کجا چگونه روان کردن. و تا امروز هم تاجیکستان خاموش است. با بعضی خبرهای ما خب با بعضی خبرهایی که به ما رسیده است مصطفی حیاتوف در تاجیکستان قرار دارد، لیکن تاجیکستان برای چی تا امروز خاموش است؟ چیزی حرف نمیزنه. برای چی تا امروز مصطفی حیاتوف کی بود؟ کجای را ترک کن، نمیدونم یا منیک است، تروریست است، کی است که اینقدر کوشش میکنه که پنهانش بدارین؟ سببش در چی است؟ سببش میخواین که تو یک مدت این قضیه سرد بگرده، فراموش بشه؟ نه، سرد نمیگرده و فراموش نمیشه. یا نمیخواین که خب به همون اصطلاح فهمو کسی را پد او در بمونه در این فکر که چگونه بکنین؟ این اشتباه است. اگر میخواین که اون که مسئول کار تبلیغات بود میخواین که از اون چی پرولی بگیرین یا که سیستم کاری، من براتون میگم بهوده وقتتون صرف نکنین. الکی در دست او یگان پرول نیست، هیچ چیزی در دستش نیست. همه اون چیزها در روز اول زندانی شدنش هم از دستش گرفته شد، چیزی در دستش نداره. میخواین شخصیت کسی را با اون پیدا کنین، نه با این کار موفق نمیشین. بهوده وقتتون در این صرف نکنین. ما 9 روز خواب بینید تا این روز 9 روز گذشت و منتظر شدیم، کسی حرف نزد، نه پولشا نه اینجا. ما اینجا گناهکار اساسی خب دیگر نفری را میدونیم که تصمیم گیرنده قضیه برادر مصطفی حیاتوف بود. برادر مصطفی حیاتوف وقتی که گرسنه‌نشینی اعلام کرد خواستن نزدش پسیخولوگ بیارن، روانشناس. یک سخن خیلی خوب گفت، گرچه یک نفری کم گپ باشد، زیاد حرف نمیزد، دوست نداشت زیاد حرف زدن، یک سخن خیلی خوب گفت که این پسیخولوگ برای نزد اون نفره که قضیه مرا میبینه همون را ببینه. من نیاز به پسیخولوگ ندارم، اون نیاز به پسیخولوگ داره، اینا نزد اون روانش کنه. واقعا گپی درست گفت. باید ما ببینیم که تصمیم گیرنده کی بود، اینجا کی فروخته شده است، کی به منفعت خودش اینا کار کرد. و ما تا روز سه‌شنبه ما منتظر نیستیم، نگاه میکنیم. اگر که در کجا بدنی مصطفی حیاتوف آشکار نرسونن، چی پولشا است چی تاجیکستان است، با کجا روان کردن، کجاشی چی گپ است، تا روز سه‌شنبه هفته دیگر، تا روز سه‌شنبه اگر که ایرا به ما نرسونن، رسونوی نکنن، ما حتما یا راهی را انتخاب میکنیم که خواهیم گفت
چگونه بردن و کجا است. یا راهی را ما انتخاب میکنیم که شما خواهیم گفت. ما یک راهی را انتخاب میکنیم تا روز سه‌شنبه ما منتظر میشیم. این است. باقی هموطنایی که هستن راهی ما به این نمیشه، به تلفات نمیشه. ما همه وقت میگفتیم هر کس زندانی، قتل، کشتار، خواب دیگر مجروح میشه، میگفتیم این پایانی کار نیست، چون تاریخ نظر کنیم هیچ انقلاب و هیچ چنین حرکت ها بدون قربانی نمیشن. همه وقت میگفتیم این پایانی کار نیست، باز میشه. خب ما گرچند ما و شما کوشش میکنیم، تلاش میکنیم، به هر حال دیگر رژیم هم استفاده میبره قوت توانایی خود. در حق برادر ما مصطفی داغو باشین و همچنین دیگر زندانی های هست، در حق مبارزان، در حق مظلومان داغو باشین. حداقل آسان ترین کاری که میکنین شما دعا کنید که واقعا ما نیاز داریم به دعای شما، واقعا نیاز داریم. و تشکر که تا امروز هر نفری که به طرف نبودین، چه سازمان های حقوق بشر باشه، چه مبارزان، چه رسانه ها، روزنامه‌نگاران، همه نفرایی که هستین، مردم، میnnتداری بیان میکنم به همه شما. لیکن یک چیز برام نگرانی کننده است. ما حالت‌های میشود که یک نفر را میبینیم، نمیدونم، نه سخن یک چی در اطرافش خب تعریف میکنیم، توصیف میکنیم، دیگر میnnتداری میکنیم، اظهار محبت تر میکنیم، بعضا چیزها میکنیم، لیکن در حالتی که در یک وزمینی میفته خودمون دور میگیریم. خودمون حالا که داریم امکانیت داریم. من براتون عادی ترین مثال میارم. خب ما دیگر از مهم است که برادرمون عمر علی قفط میدونیم قدر نفر زیاد بود، نفرای بود میبرم میفتن تا پدر مای پدر خودم فراموش کردم، میفتن تی پدر ما. حالا که ما و شما مردم مسلمانیم، اسلام میره هیچ قبول نداره. شما حق ندارید نه کسی را پدر بگیرید. کسی برای شما پدر شدن نمیتونه. خب نفرها رو من زیاد دیدم که میبرم میفتن تی پدر من. خب یک روزی که برادر ما شهید شد در جنازش نامدن. خب تشکر بود بعضا نفر واقعا آمدن، لیکن خیلی کم بود. نوار هست دیدگی هسته. اون دیگر پسراش نمیدونم، نفرهایی که پدرش میگفتن، یزنش میگفتن، چی میگفتن، خب چون کنار گرفتن، حتی خب دیگر جایگر نیست. این را میگذاریم کنار. ما و شما یک قهرمان دیگر پیدا کردیم که واقعا سزاوار اون هست، واقعا، چون به مردم ما، به ملت ما هیچ ربطی ندارن، که به ما خیلی آشنا شد، خیلی نزدیک شد. این هم باشه برادر ما دگیر خسنوف. به اون شخص من 3 سال قبل آشنایی پیدا کردم، وقتی که بازداشت شده بود در تاجیکستان، برگشت اومد، با آشنایی پیدا کردیم و هر وقتی که ترکیه می اومد ما با اون یک واخوری میگذراندیم، صحبت میکردیم. واقعا یک شخص خیلی زیرک، خیلی دانا و خیلی خوش طبیعت، جسور، پاک وجدان، همه گونه پیداش کردم و به همون سین سالش هم خیلی یک نفر پر انرژی همه گونه پیداش کردم واقعا. و اگر به تاریخ شما نگاه کنیم، به تاریخ فعالیتش نگاه کنیم، همچون وکیل، ادوکات، نفرهایی را که انتخاب میکنه که کارشون رو ببینه، یعنی سوسیال استاتوس اونا رو نگاه نمیکنه، یعنی جایبی اونا رو نگاه نمیکنه. ببینید شما اگر اهمیت داده باشین، حتی نفر آخرین چیزی که هست هویدای 5 ساله دختر خواهرچه شهید ما که در مسکو خب از طریق یک اوراد یعنی به قتل رسونده شد. ببینید حتی در حالتی که بالای مردم ما چنین یک جای ننگ ناموس بود، چنین یک فلاکت بزرگ آمد، تاجیکستان با تمام بزرگیش، در ناخونک البته بزرگی که اونا میگن، با تمام پیشرویش، با تمام قوت دیگر دارایش، یک وکیل پیدا نکرد که اون نماینده کنم. در اینجا همین برادر ما یعنی باز چکار کرد، پیشه کشید، اومد وکیل شد و کارا بود. میدونه که چگونه حتی تم گپ میزد. احتمال داره که امروز دستگیر شدن او، زندانی بدن او ما باشیم سبب. همین قضیه شاید سبب باشه. همین واقعا این چخیل میگن یک چیزی زکزنای بیش نیست. یک منیک، یک مرل اوراد وقتی که خواهرچه ما و شما را قتل کرد، تجاوز کرد،
در زل سود چگونه آوردنش با مثل یک قهرمان باشه. نفرهایی که او را میارن همه چهره‌های گشوده خطی می آوردنش، اونم سرش بلند گویا که قهرمانی باشه. رسم ها هست میبینید. لیکن وقتی که نفری که این خواهرچه ما را دفاع میکرد او را به زل سود آوردن، شما نباید ببینید چگونه آوردنش. و اون نفرهایی که می آوردنش کی بود؟ روحاشون به نقاب مختم بود. تا جایی که من برادر دگیر را میشناسم، ما را همچنین برادر میدونم، تا جایی که میشناسمش او را نمیشه که به این راه دهانش بست یا که ناموس این را دزن. نه نمیشه. تا جایی که را من میشناسم. اما برای چی اون را برادرش میگم؟ میدونه که سال گذشته وقتی که من بازداشت بودم، امروز 1 سال میشود استاتی، شب 4 و 5 مرا دعوت کرده بودن سال گذشته. در همین شب و روز گفتن که تو آزاد میشی. یعنی که روز 5 در آزاد روز دیکتاتور رحمانوف من به آزادی برآمدم 1 سال قبل. و زمانی که من دستگیر بودم صحبت تلفنی داشتیم با دگیر خسروف. گفت که خودم شنیده بودم که یعنی که تهدیدش میکردن که کاری این نفر از تاجیکستان انانیم نه، یعنی که هر سبشنی روانش میکردن که از این کار دست بکش، چون واقعا اون به مثل یک موتور بود در قضیه بنده، همه را کار میدروند. و تمام خب برادرای مبارزی اینجا کار میکردن، روزنامه نگاران بودن، سازمان های حقوق بشر، دیگر حزب سازمان های سیاسی، خب مردم در اینجا خب همه دخالت میکرد. خودی یعنی که حکومت ترکیه هم خب دیگر درست دیدن این اسنادهای برداری از طرف تاجیکستان. یکی برادر دگیرم شما دیده بودین و نفر که توجه کرده بودین میدونه که چقدر در قضیه بنده کوشش میکرد، چقدر. و نفرهایی که مرا در ترکیه وکیلم بودن اینها بودن دوستا و برادر دگیر که اون انتخابشون کرده بود برای بنده. وقتی ما یک صحبت تلفنی داشتیم گفت که من شنیدم تهدید دارم. گفت بله من میدونم که خود نفر نیست که چنین تهدیدا اثرات کنن، به هر حال احتیاط باش چون من این رژیم خوب میدونم. گفت گوش کن من چی میگم. من میگم که تا امروز ما یک دوست، یک نفر مبارز، یک نفر مسلمان، یعنی کوشش میکردم که حمایت کنم. من از این روز میگم که من برادر خودی خودم حمایت میکنم، یعنی که من برادر خودش خوام. گفت برادر خودی ماسی، من وعدت میتونم که انشالله من تو آزادت میکنیم میبریم. هر چی باشه از نصیب تقدیر میبینم. خب بالاخره امروز ما در آزادی ام، لیکن متاسفانه برادر مدگیر در زندان است. و زیاد نفر رو میبینیم برادر دگیر در کامنت میکنن، مینویسن همه وقت ما داغوت هستیم، تشکر، دیگر خب قهرمانش میسازن. امروز در شهر استانبول یک میتینگ بود و چند روز قبل هم اعلان شده به همه جا که میتینگ میشه، مرحمت خوابین شرکت کنیم. و ما در اونجا رفتیم شرکت کردیم، همراه دیگر برادران مبارز رفتیم شرکت کردیم. یک چیز بازم ناراحت میکرد که متاسفانه ما یکم هموطن رو ندیدیم که در اونجا قرار داشته باشه. یکم هموطن نفری را که چقدر برای ما و شما کوشش میکنه که همین شب و روز در یک قضیه خیلی وزمین با دست زده بود، اونم با رب داشت و مردمی ما با وطنی ما. لیکن هیچ یکم هموطن ندیدیم که در همون میتینگ شرکت کرده باشه. متاسفانه شاید کرده باشن یا شاید نیت کرده بودن، نه من ندیدم که کرده باشن، شاید نیت کرده باشن از خاطری که واقعا پلیس خیلی زیاد اومده بود، شاید ترس هراس کردن و دور ایستادن، نزدیک نشدن شاید. لیکن به هر حال تا اون جایی که من مشاهده کردم هیچ هموطنی را ندیدم. این واقعا یک کاری نادرست است، حالا که در ترکیه ما خیلی هموطنان زیاد است، خیلی زیاد است. مطمئن است اگر فردا بگیم که یک حافظ کنسرت میذارن زیاد سرجم میشه. چنین قضیه ها را خواب نادیده نگیرین، قدر کنید نفرهایی که امروز برای شما چنین کوشش میکنن. واقعا برادر دگیر برای ما و شما خیلی کوشش زحمت های زیاد کرده است، همه وقت در پهلوی ما و شما در روزهای وزمین بود. و قضیه‌ای که در آخر دست زده بود در قضیه خواهرچه ما هویدا، ببینید اون دیگر نه مالی مبارزان است، آزادی خواه است، نه از رژیم است، نه از دیکتاتور. این ربط داره با کل مردم تاجیکستان. پس نباید که ایران نادیده بگیریم.
قدر کنین، کوشش حرمت کنین، دستگیری کنین. در آینده اگر یک چنین معرکه‌ای کشید به طرف نباشید. امیدوارم که خب اگر حکومت روسیه هم این قضیه را عدالتانه حل میکنه. امیدواریم. تشکر برای دقت و تشکر برای هموطنانی که در اینجا وقتی پرقیمت خودتان صرف کردین. ما و شما امروز صحبت داشتیم در موضوع دزدی رژیم که زیاد چیزها را دزدی کرده است. زیاد چیزها را دزدی کرد. ما دیگر تکرار نمیکنیم. یکی از دزدی های بزرگترینشون اونی همه است که فردا یک جشن ساخته دارن، یعنی که روزی زبان. اساس این بود در 22 ایولی 1989 تا سال 2009، یعنی 20 سال ما در همون روز جشنش میگرفتیم و این بعد از 20 سال دزدیدن و در زادروز یک دزد خائن وطن فروش میزده گذاشتن. این است. ما و شما باید این روزه به روز تاریخی خودش برگردونیم. تشکر برای دقت. اگر که عمر باقی باشه باز صحبت خواهیم کرد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.